صف آخر تقدیم می‌کند. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز در خدمت استاد محمودی عزیز هستیم. ایشون قدم رنجه کردن. بیایم با همدیگه صحبت کنیم در مورد نحوه مطالعه و برنامه‌ریزی درس زبان توی پکیج‌های آموزشی که استاد محمودی آماده کردن برای موفقیت در کنکور سال 1400. استاد خوش آمدید و من در خدمتتون هستم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای خودم. مهندس علیرضا نژاد عزیز در خدمتتون هستم. قربون شما، ممنون. من در خدمتم استاد. این فیلم‌های آموزشی که برای کنکور بچه‌ها آماده کردید به چه صورته؟ چطور آماده شده؟ چطور بچه‌ها باید ببینن؟ چطور باید برنامه‌ریزی کنن؟ ما گفتیم از زبون خودتون بشنوید، خواهش می‌کنم استفاده بکنید. خب بچه‌ها دقت کنید، میدونید دیگه برای اینکه تو کنکور زبان موفق باشی، زبان رو بهتر کنی، اولا نیاز به رفتن به کلاس‌های زبان مختلف نیست. تو باید یه اصولی رو بلد باشی. بعد بدونی که چه کاره ای. کلاس زبان ممکنه خیلی ها رفته باشن ولی نتونن تو کنکور نتیجه بگیرن. بر همین اساس ما بیس کارمون رو جوری گذاشتیم که 0 تا 100 کامل بهتون درس بدیم. ما میدونیم که گرامر الان چند سالی هستش که روش دارن مانور میدن، شاید تا 7 سوال هم دیدید اومده تو کنکورها. پس من خودم آقای مهندس، من گرامرها رو چیکار کردم؟ گرامرها رو برای اینکه بچه‌ها خیلی براشون قابل درک باشه، چون بچه‌ها همش مینالن که آقا گرامرها فراره، گرامرها رو میخونیم یادمون میره. سعی کردیم از نماها، انیمیشن ها، داستان های استفاده کنیم که تو ذهن بمونه. یعنی به خاطر سپاری برای بچه‌ها راحت باشه. آره. الان اینو نگاه کنید، این اسلایدو حالا مثلا خیلی کوچیک به نظر میرسه، شاید بچه‌ها فکر کنیم یه اسلایده. نه، این 2 تا درس 11همه. درس 2 3 11 هم با این درس میدم. باریکلا. تمام فعل‌های با تو، فعلایی که بعدش با تو میاد، آینجی میاد، اون مصدر، اسم مصدر تو همین اسلایده. پس خوندن تو، روش تو خیلی میتونه موثر باشه. خیلی زیبا. یا مثال بگم، حالا مثلا بچه‌ها تا اینو میبینن اینجور تستا رو، مثلا حالا من توضیح بعدن تو فیلم دادم، تا میبینن میزنن، یعنی کمتر از 10 ثانیه مهندس. اینو ببینید، این اسلاید چیه؟ این اسلاید بچه‌ها کل شرطیاست. میدونی که یه درس 11 یه درس 12 با همین یه اسلاید تدریس میشه. پس مهندس ما اساس کارمون رو گذاشتیم برای اینکه کوتاه کنیم مطلبو، درست، آسونش کنیم خب، و بچسبونیم تو ذهنشون. یعنی اتفاقی که میفته توی فیلم‌های آموزشی شما، یادگیری خیلی ساده است، خیلی راحت، بدون صرف زمانه و وارد حافظه همیشگی بچه‌ها. آره، حافظه بلند مدت. یه بار که میگم ایف که دیدی شرطیه دیگه، تو تمام تستا رو میزنی. یعنی اگه چنین تستی بیاد برای شما در کمتر از 10 ثانیه میزنی. اینو بعداً خودتون هم اثبات میشه بهتون، بعداً به خود من پیام میدین، به مهندس پیام بدید، میدونید که خیلی راحت میتونید از پس این 7 تا تست گرامر بر بیاید. پس گرامر رو نذار کنار، چون یه عده بچه‌ای که مهندس زبانشون خوبه، مکالمه‌شون قویه، از گرامر میترسن. یا ما بلدیم متن رو میزنیم، ساله واژه گرامر رو میگم با راحته بزن بره پیکارش. بریم رو قسمت واژه. آقا واژه بیس اصلی کار کنکورته، یعنی تمام سوالای گرامر هم شاید بتونی معنی کنی بزنی. رو همین حساب ما اصلا ازش ساده رد نشدیم. اول یه کتاب بهت میدیم، تیک آخر تمام لغات و مهندس از سال 7 گذاشتم تا 12. از 7 گذاشتید؟ من از 7 گذاشتم. خود شما یکم مشاورای برجسته کشور هستن، ایشون دیگه میدونید، همه میشناسنشون. اگه یه موقع بچه‌ها ضعیف باشن میگم برو لغات پایت هم بخون. اصلا من برنامه‌ای که مجتبی به بچه‌ها میدم، من تیک آخر رو واقعا قبول دارم. میگم دانش آموز هر روز 1 ربع الی 30 دقیقه شروع کنه تیک آخر رو مطالعه بکنه تا مطلب طبق اون فرمولی که توی خود کتاب تیک آخر، بچه خیلی کتاب جذابیه. شما بعد از چندین مرحله وارد حافظه همیشگیتون میشه. الان من به شما بگم 2 تا همه میگه 4 تا. چرا؟ چون وارد حافظه همیشگیتون شده. این اتفاق دقیقاً تو زبان برای بچه‌ها. آره باشه. امسال این کاری که کردیم برای امسالی که توش هستیم اینه که لغات 7 درس به درس گذاشتیم، 8 درس به درس. تو قبلا چیکار کرده بودیم؟ به صورت مجموعه داده بودیم لغات دوره اول، یه لغاتی که مهم بود دادیم. بازم گفتیم نکنه بچه‌ها بعضی از لغات یادشون رفته باشه، کل لغاتو گذاشتیم. باشه ما یه کار دیگه کردیم. الان همه دنبال اینن که آقا لغات خارج از کتاب کنکور. من لغات خارج از کتاب این چند سال گذشته کنکور همه رو در آوردم، دور و بر 200 تا شده. 200 تا رو تای کتاب گذاشتم. تمام لغات خارج از کتابی که تو کنکور اومده همه رو معنی کردم، یه جمله هم گذاشتم زیرش. یعنی همه اون لغت هایی که حس کردی تو کنکور خارج کتاب اومده ولی کاربرد داره، پس دیگه بچه‌ها گذاشتم. بعد تکراری هم هست. یه دفعه مثلا کلمه مثل مینیستر، وزیر 3 بار اومده ولی تو کتاب اصلا نیست.
و دانش آموز دنبالش میگرده، ولی دانش آموز ما دنبالش نمیگرده چون همه رو براش تدارک دیدیم. درست. این قدم اول کارتونه، ولی جایی که ما با همه فرق میکنیم اینه که تو سال 10 و 11 انیمیشن براتون گذاشتم. درسته. برای اینکه به خاطر سپاری بهتر بشه، انیمیشن های داستانی، یعنی تو سال این الان انیمیشن سال 11 تو انیمیشن های سال 11 در مورد یه آقای به نام جیم، قشنگ 3 تا درس تو با جیم میری بالا، داستان بهت میگم و لغت میگم. تو سال 10 خب الان این همون 11 تو سال 10 عمده کار ساوی و ماویه که یه جایی شروع میشه داستانش، 4 قسمت مثل سریال میبینیش. پس این قدم 2 واژه شد مهندس. خیلی جالب. بازم بچه‌ها رو رها نمی‌کنیم. تک تک لغاتو، این یه کار حرفه‌ایه، تک تک لغاتو براش انیمیشن گذاشتم، جمله زیرش گذاشتم که جمله معنی کردن بهت یاد بدم. خودتون میدونید من چی میگم، یعنی حرف الان من شما بیشتر درک میکنید. میدونید چیه؟ خیلی‌ها لغت بلدن نمیتونن تست بزنن. درسته. چون جمله معنی کردن بلد نیستن. درسته. جمله معنی کردن بهت یاد میدم. مترادف متضاد میگم. مثلا کلمه‌ای مثل کنسرن که شما میدونی که معنی چی میده؟ بگو. معنی نگران میده. این یه معنیشه. کانسرن ویت میشه در ارتباط بودن. همه اینا رو برات گذاشتم که کسی نتونه ببیچونتت. چه جالب. خب پس بعدش تست زیاد گذاشتم. تست خیلی زیاد یعنی گذاشتم. دانش آموز وقتی به خاطر میسپاره و یاد میگیره، حالا دیگه شروع میکنه تست زدن با شما. تست با من میزنه. رهاد نکردیم. کتاب بانک سوالات برای تدارک دیدیم. تمام سوالایی که فکر میکنی سخته، مشکله، اومده قرار بیاد و تو این گذاشتم. این اولین مجموعه‌ایه که داری رونمایی میکنی ازش دیگه، درسته؟ بله. این بچه‌هایی که الان دارن به نوعی با ما میان جلو، این اولین سری که وارد دستشون. یعنی بچه لغت یاد میگیره، گرامر یاد میگیره، میخواد علاوه بر تستایی که با شما میزنه بلافاصله خودش رو امتحان بکنه، یک کتاب هم بهشون میده. آره، بانک سوالات درس به درس اومده، بالغ بر 2500 تا تست با کلی درک مطلب. یعنی شاید 200 صفحه آخر کتاب همش درک مطلبه. یعنی شما به عنوان مشاور داری برنامه میدی، انقدر تای کتاب درک مطلب گذاشتم که حتی بگی هر شب یه درک مطلب بزن، یه شب در میون یه درک مطلب بزن، اونجا کم نمیاد. نه واقعا یکی از دغدغه‌های من بود، چون من همیشه اعتقاد دارم، میگم حدود، اگه اشتباه نکنم حدود که نه دقیقاً 52% ریدینگ و کلوز میاد و ما باید یه مجموعه می‌داشتیم برای اینکه دانش آموز این مهارت رو پیدا بکنه که شما دیگه این مشکل رو به طور کامل ولی مهندس ریدینگ کلوسس و سواد توی دیویدی براشون گذاشتم. تو هولوش 5-6 ساعت تمام تکنیکا رو گفتم. ببین این تکنیک کردم، خیلی جالب بود. سلامت باشی شما دوتا. یعنی یه دونه از این مهارت‌ها رو بلد نباشی تو کنکور جا میمونی. اسکیمینگ همین کنکور امسال اومده بود. اسکنینگ پای ثابت سوالاست. اگه بلد نیستی نگران نباش، خیلی سریع اینا رو بهت یاد دادم. فکر می‌کنم در کمتر 2-3 ساعته نه؟ آره، تو دیویدیه. مرجع ضمیر همین کنکور اخیر اومده بود. یا مثلا حالا واژگان که خیلی میاد و این سوالای استنباطی که انقدر همه رو میترسونن، الان هر سالم داره میاد 97 همینجوری داره پشت سرم میاد. اینا رو هم بهتون روشش رو توضیح دادم. این سوالیه که سال 97 هم اومده بود، روشش رو ما به بچه‌ها گفته بودیم، 98 هم اومد. و بعدش براتون تو همون پک درک مطلب کلی درک مطلب گذاشتم که شاید بالغ بر 36 تا درک مطلب کلوسس گذاشتم آموزشی. یعنی با همین نکات بهتون درس دادم که اگر کسی بهت گفت این نکات جواب نمیده، ببینی که تمام سوالای اخیر کنکور من با همین روش زدم، میتونی پاسخ بدی. اینم که برنامه بچه‌هاست. من فقط یه توضیح برای بچه‌ها بدم. بچه‌ها زبان انگلیسی خب واقعیت من به عنوان یه مشاور تحصیل می‌بینم خب خیلی برای بچه‌ها اهمیت داره. چرا؟ چون مجتبی جان ببخش من خیلی با راحت می‌کنم. با هم بیرون ما خیلی با هم رفیقیم و خیلی با هم همکار بودیم از قدیم. مجتبی جان از دوستای صمیمی من به دست نزدم چون بیماری کرونا هنوز هست. ولی واقعیت اینه که این رو بدون اغراق و مبالغه میگم، واقعا بچه‌ای که فیلم آقای محمودی رو میبینن عرضم به حضورتون بی‌نیاز میشن. و خیلی جالبه بچه‌هایی که با خود آقای محمودی دوباره کلاس دارن، یا تو مجموعه‌ای که بچه‌ها دبیر زبانشون یک استاد بسیار ارجمنده، من میبینم که اون فیلم آموزشی رو باز تهیه میکنن و استفاده میکنن. شما زبان 10، 11 و 12 و یک پیش زمینه، مثلا من خودم مجتبی زبانم اوایل خیلی ضعیف بود زمانی که دانش آموز بودم، این پیش زمینه اومده برات واژگان 7م 8م 9م رو آورده. حالا یکی هست مجتبی جان خودش اصلا رفته، من دیدم، من یه شاگردی داشتم مشترک من آقای محمودی بود، این دانش آموز اگه اشتباه نکنم آیلتس کار میکرد ولی بیشتر از 80 نمیتونست بزنه. بعد وقتی که شروع کرد
با آقای محمودی کار کرد. وقتی که شروع کرد کتاب رو بررسی کرد، تونست رو کتاب کاملا تسلط پیدا بکنه، این دانش آموز تونست 100 بزنه و درصد 100 در زبان بسیار مهمه. چرا؟ چون بچه درس آخر دفترچه است. یه عده‌ای که اصلا نمیرن سراغش و طراح کنکور عمدن میاد سوالات درس‌های قبل رو وقت گیر میده که دانش آموز نرسه و شما دقیقاً ایده طراح کنکور رو انجام میدید و این باعث میشه که من تو کارنامه‌ها زمانی که میخوام انتخاب رشته بکنم میبینم که چقدر زبان بچه‌ها رتبه‌هاشون تاثیر گذاشته. و یه اتفاقی که میفته، من یه آماری دارم مجتبی، تو رشته انسانی میانگین 96% بچه‌ها زبان رو زیر 10 میزنن. یعنی کسی که 3 تست زبان میزنه از 25 تا جزء 4% قرار میگیره تو رشته انسانی. یعنی این اون آماریه که مثلا سنجش داره میگه و خوبه بچه‌ها بهش دقت بکنن که بعداً خدای نکرده دچار مشکل نشن. و آخرین جمله رو بگم، من 2 نفر رو دیدم که هر دو یه نمره آیلتس گرفتن. یکی خیلی قشنگ مکالمه میکرد، یکی حتی نمیتونست بگه آقا مثلا ساعت تو به من بده. یعنی با اینکه نمره آیلتسش با اون یکی بود ولی تو مکالمه ضعیف بود. بله، پس زبان خیلی مهمه که شما شیوه 100 زدن تو کنکور رو یاد بگیرید که دقیقاً تو این قسمت اتفاق میفته. من یه جمله که آخر میگم بچه‌ها دقت کنید. من یه جمله‌ای میگم قبلش یه چیزی بگم که مشخص بشه. میخوام تاکید کنم که طبق برنامه بیاین جلو. من یه مجموعه کار میکردم، مشاورش با من محمودی مشکل داشت. با من محمودی، ایشان اصلا میشناستش. با من محمودی مشکل داشت، اسم دکترم پشت اسمش بود. کل بچه‌ها رو به خاطر دشمنی با من از بین برد. میدونید چرا؟ چون برنامه زبان بهشون نمیداد. میگفت زبانو تو دستشویی تو دستشویی رفتی بعد 5 دقیقه بشینی بخونی. پس ممکنه شماها دیویدیوهای منو داشته باشین، تو مجموعه مختلف باشید، گوش بدید. هیچکی دلسوزتر از آقای علیرضا نژاد تو قسمت مشاوره برای شما نیست. طبق برنامه ایشون بیا جلو. یعنی اصلا به چیز دیگه ای توجه نکن. اینو دارم از صمیم قلب میگم، واقعا هم خودت هم میدونی نسبت به چه دیدید. ممکنه هر مجموعه یه مشاوره داشته باشه، همشون برای ما عزیزن، ولی طبق برنامه‌ای که آقای علیرضا نژاد داده، همین جوری که گفته زبانو بخونید. شک نکنید که من نهایت تلاشمو کردم، ایشون هم نهایت تلاششو کرده، تو هم نهایت تلاشتو میکنی 100 میزنی. من مجتبی منطق برنامه رو یه توضیح بدم. اولا من یه آمار بدم. تو این سال‌ها که من افتخار اینو داشتم با آقای محمودی کار می‌کردم و دانش آموز فیلم‌های شما رو داشت و خصوصی به من مراجعه می‌کرد. ما 3 دسته دانش آموز داشتیم. یه دسته دانش آموز قوی بود، یه درس زبان رو، مثلا درس 1 زبان دهم، لغت، گرامر و هر آنچه رو که تو میگی تو فیلم آموزشی تو 2 روز تموم می‌کرد. یه دسته دانش آموز بود تو 3 روز تموم می‌کرد یه درسو. یه دسته دانش آموز بود که خب حالا یه خورده بیس ضعیف بود، مثل اوایل من بود، مثلا تو 4 روز تموم می‌کرد. میدونی چی میگم خدمتت؟ ما دقیقاً با آقای محمودی اومدیم درس‌ها رو براتون بررسی کردیم. مثلا درس 1 دهم رو 3 روز در نظر گرفتیم، ولی تو درس 2 دهم یه مقدار حالا به هر علتی که بوده 4 روز در نظر گرفته. تو تعداد لغاتش بیشتره، حجم لغت بیشتره. و بعد آقا مجتبی ببین 51 کار اگه اشتباه نکنم ما زبان داریم که اومدیم توی این 51 کار 45 جلسه فقط زبان دهم، 11ام، 12ام که 10 درسه برای بچه‌ها گذاشتیم. بعد اومدیم درک مطلب رو گذاشتیم، اسکیمین، اسکنینگ، واژگان، معنی ضمیر، استنباطی، همه رو گذاشتیم. آخرش یه کار خیلی جالب کردی شما. 8 تا آزمون هم برای بچه‌ها در نظر گرفتیم به مدت حدوداً 200 دقیقه که اونو دیگه ته ده گذاشتیم که دیگه دانش آموز به راحتی بتونه موفق بشه. یه جمله الان به بچه‌ها میگم، شما هم در جریان باش. بچه‌های عزیز، حتما هر روز تیکه آخر رو کار کنید. ببین زبان باید هر روز ذهن درگیر باشه. هر روز 1 رو الی 30 دقیقه باید تیکه آخر رو بخونید تو هر مقطعی که هستی. 2 بعد از زمانی که آقای محمودی صلاح دونست که میتونه از همین الان یا میتونه ببینه درک مطلب رو، مثل کنکور که 2 ریدینگ و 1 کلوز میاد، هر روز شروع کن 2 ریدینگ و 1 کلوز بین 15 تا 20 دقیقه بذاره و کار بکنه و چندین بار مجموعه دیگه‌ای هم نمیخوای. همین کتابی رو که آقای محمودی بهت معرفی میکنه، به جای اینکه چندین جلد کتاب بخونی، 1 کتاب رو 4-5 بار بشین بخون، قطعا 100 میزنی. خیلی ممنون. من بازم تاکید میکنم طبق برنامه خودمون، طبق برنامه آقای علیرضا نژاد بیا جلو، نتیجه میده. مرسی، خیلی ممنون که وقت گذاشتی. سپاسگزارم. میدونم وقتت خیلی گرانبهاست. من سپاسگزارم. سلامت باشید. وظیفه بوده. خواهش میکنم، محبت کردید. ایشالا که موفق باشید. بدونید که رسالت ما موفقیت شما هاست. همتون رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار. خدا نگهدار.